بله، ما هم اینجا عاشق نوروزیم. سلام و صد سلام به شما هواداران رادیوی آزادی. شادیم که در این عید مبارک نوروز خجسته به دیدار شما رسیدیم. مخلصان، هواداران و تماشابینان عزیز، نوروز شما مبارک شود. امروز برنامه رو من طاهری سفر و من خیرمان بقازاده تقدیم میکنیم. هموطنان عزیز، نوروزتان مبارک شود. میخوام با این عید فرخنده همه مردم تاجیک رو تبریک و مبارکباد بگم. بهار مبارک. نوروز خودت هم مبارک شود خیرمان. و این یک گلدسته خوردی بنفشه چیخی تقدیم از من به شما. تشکر. به این گل بهاری در این سردی پرگ از کجا پیدا کرده؟ سحر از پیش خانه از خانه همسایه دوست دیدم. طوری که وقتی بچگی در تاجیکستان میکردی. خیلی خوب، پس بیانگر نگویید میلش. عادتهای بچگی خیلی خوبند البته، به خصوص وقتی در پرگ زندگی میکنی. تشکر به شما. خب آغاز خوبی شد برای یک برنامه خوبی بهاری. خیرمان، این برنامه واقعا غیر معمولی است، چون که در برابر ویدیویی و رادیویی بودنش باید بگویم که بخشای مهم آن با زحمت خود مهمانان برنامه ثبت و تهیه شده است. و برای چنین زحمت‌های هموطنانمان که آماده شدند با ما عید نوروز خود را همراه تجلیل کنند، سپاسی بی‌پایان میگویم. در این برنامه نخست از جشن‌های نوروزی تاجیکستان، عنعنه سمنک پزی یادآور شده، به تبریک هموطنان تاجیکان برون مرزی در خارج تاجیکستان می‌رویم. و جشن امسال نوروز در نوروزگاه دوشنبه امروز 21 مارد با تنتنه برگزار شد و همکاران ما شانس خوبی داشتند که در این مراسم اشتراک کنند. بیا خیرمان همراه برداشت‌های آنها را از این عید تماشا کنیم. سلام، جشن چطور گذشت؟ واقعا قبل از شروع برنامه‌های عیدانه نوروزی در گرد و گوشه نوروزگاه یک نمایشگاه بزرگ محصولات دستی و قدیمی، محصولات‌های مردمی تشکیل شده بود و مردم سر و لباس‌های قدیمی، سر و لباس‌های ملی، غذاهای نوروزی و کنده‌کاری و هر گونه محصولات‌های مردمی را به معرض تماشا گذاشته بودند و تماشابینان مردم هم با سر و لباس عیدانه با کورته‌های چکن و ادرس از این نمایشگاه تماشا می‌کردند و بهره می‌بردند. و جشن هم چی تازگی داشت؟ بله، ادامه جشن نوروز امسال امروز در صحنه اساسی نوروزگاه با شرکت و سخنرانی پرزیدنت امامعلی رحمان جریان گرفت. رئیس جمهور مردم را با جشن نوروز تبریک کرد و از پشتیبانی تاجیکستان از نوروز بسیار توصیف کرد. ویژگی جشن نوروز امسال خیرمان طاهر در این است که امسال نوروزگاه پره به استفاده داده شده است و به گفته مسئولین شهرداری امسال جشن نوروز به 90 سالگی شهر پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه راست آمده است و بنابراین برنامه نوروز امسال هم پایتخت 90 یعنی نوروز 90 سالگی پایتخت نام نهادند و امسال به نظر می رسید که مردم بیشتر به این نوروزگاه راه یافتند و توانستند از مراسم های جشن نوروزی دیدن کنند. در صحنه اساسی نوروزگاه طوری می بینید برنامه کنسرتی ادامه دارد و در دو طرف میدان نمایشگاه های محصولات عیدانه، سر و لباس و غذاهای نوروزی جریان گرفت. نوروز شما مبارک شود. خیلی زیبا بود و این نوروز بود که با ابتکار شهرداری دوشنبه تشکیل شد. عاشقی نوروزه با یار دل افروزه. نوروز تاجیکستان چون در دیگر جایها رکن‌های ویژه دارد، در آستانه این جشن هر خانواده به پاککاری مفصل منزل یا به اصطلاح خانه تکانی می‌پردازند که نه تنها به معنای پیشواز جشن در محیطی پاکیزه و آراسته است، بلکه همچنین به معنای از خانه بیرون کردن آثار کهنگی و ناخوشی و خاصیت‌های ناخوبی سال گذشته است که به فکر من یک رسم خوب است. فلسفه این معلوم است، چون که در دوام سال در آن خاندانی که
چیزی در آمده باشد گویم چیزی بلایی باشد چیزی اون چیزهایی که ضرر آور هستند و امید همین که با همش میتوانند که یگون چیز همون از چیزهای بد از سال گذشته نماند همش تازه میکردند که سال نو همش نو باید باشد در شگون نوروز باید همه چیز باید تازه باشد که از سال گذشته یگان درد و بلا نماند همش تازه میکردند میپرداختند بود همون عجایبش بود این است که همون وقتی برآوردن همون خاکروبات تازه میکردن خانه رو و مخصوصا همون شخصی که باید تازه میکرد عادتا زنها تازه میکردن های کلان سالان کمپین ها بودن و او میگرفتن بالای سر میپوشوندن یگون یا چقتی جامعه قطعی میپوشوندن و وقتی که میبرآمدن به همون طرفی که آفتاب برا هست پشت میگرداندن اپیدناکی رفتار میرفتند و همون میپرداختن که رو به طرف آفتاب نباشد ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه. یک بازی خردسالان و کلانسالان علاوه پرک به استیلای مردمی یا جهیدن از بالای آتش است که میگویند خاصیت خوب دارد انسان را از گناههایش پاک میکند. یکی از مهمترین رکنهای نوروز آراستن دسترخوان زیبای 7 سین و 7 چین است که انواع غذای مخصوص بهاری را در بر میگیرد. به مثل سومنک و سبزه و شیرینی و شربت و دیگرها. ضمناً سومنک یا سوملک که یادش کردیم از شیرینی های خاص نوروزی است که تنها در همین شب و روز از گندم تهیه می شود. غذایی است که برای تهیه آن نه کمتر از 2-3 هفته ضرور است و آن را مبارک و بهشتی می نامند و در پختنش تنها بانوان اشتراک می کنند. خیرامان کاش یک پیاله سومنک پیشم باشد و سال نو را با لذت جشن می گرفتم. همه گناه ها می ریختند و بعد تویر من دیر سوملک را مزه کرده چشیدم. بخدا از کجا گرفتی؟ در آشخانه رادیو یک دسترخوان نوروزی بود و آشپز ایرانی در برابر غذاهای دیگر غذاهای دانه دیگر چشیدن سومنک را هم پیشنهاد کرد. همان لحظه هرچند با چشمم شماها را گفتم هیچ نفر را از همکاران رادیوی آزادی پیدا نکردم. خیلی هیچ گپ نه. یک ساله که دیگر انتظار شوید طاهر حتما تا نوروز دیگر و سومنک دیگر میرساند. تنها خورده خیرامان تنها ولی از گناهت گذشتم چون یکی از رکنهای مهمی نوروز این دوستی و گذشتن از گناههای همدیگر است و فراموش کردن رنجش های سال گذشته به خصوص اگر روابط همسایه های بد شده باشد. بله طاهر ولی اگر جدی گویم برای من جالب است که آیا بعد ماجرای مرزی اخیری میان دو همسایه تاجیکستان و قرقیزستان که از میانه های ماه دکبر شروع شده تا حل نشده مانده است وضع در منطقه چگونه است؟ آیا همسایه های تاجیک و قرقیز آماده شدند که در شب و روز تجلیل نوروز از گناه های همدیگر گذشته دوباره به روابط عادی همسایه داری برگردند؟ و واقعا سوال بسیار خوب و به موارد است خیرامان که پاسخش را از یک ساکنی واروخ اسفره از اینامیدین ادریسوف میشنویم که به سالهای همکاری ما معصوم محمد رجب پاسخ داد. امیدواری شما چی است از سال نو این ساله از خدا؟ از خداوند کریم میطلبیم که بهار ناز بیاد، اشتکار نقش شود، همه تاجیک‌ها جایی که نباشن سلامت باشن. بله. قرقیزا پیش نقص بودیم، همین واوا ما همین کوههای دیسادت گرام میبردن، خاطر ما میپویان، کاشت پولش میدادیم، آورده میدادن، همچنین امسال خبر کن، ولی ما گاو چکار میکرده باشیم. یعنی حال رفت و آمد هست؟ من کردیم خاطر کم نامساد است، ما هم رفت سازگمانی. مردمش چی میگن هستن درباره مناسبت؟ همین میگو من فهمیدم همین که راه کشاده جد میگو. راه همین که خودتون میبینید من اون طرف کتی تگی کوکتی اگر راه گیرون رود ممکن دیگه کشلاق بارخ نمیگذرد یا باید همون راه میگیرم میگو. راهی علایده گرفتن یا؟ راهی علایده گرفته تگی کوها کتی برآمده صخراش رو میبره باید. بارخو طلب دارن که تنجی شود جنگ نشود. بارخو بسادیان که همین راهمون نمیتیم. راهش و یا بسیار زمینهای ما طلب کرد شده است. حل کردن میشد. مثال کلانا بیانه رایان اوبلاست و دوشنبه همه موسیقیدهای توپ کنن. مثال 80 بذارم دیگه 90 بذارم دیگه موسیقیدهایان. هویو میدونن که کدام زمین کدام صحرا این تاجیک کدام این قرقیز. خیلی قرقیزهای مثال توپ کرده بیان همتن
موسیقیدوشا کلونوشا یک جا بشینن مصلحت کنن خرچه کشون بینن این زمینی که تنجیکتی الگرام شد نکست خدا نفرماد جنگ شود خدا توجیک قرغز نمیگو دستونی. واقعا خیرامان روزی جمعه است قرقیزستان خبر رسید که روشن صابرов وزیر سابق حفظ اجتماعی آن کشور از زندان رها شده است. او را سال 2013 با جرم رشوه‌خواری به زندان محکوم کردند، هرچند میگفت که بیگناه است. به گفته مقامات قرقیزستان به مناسبت 65مین سالگرد اعلامیه حقوق بشر روشن صابرов که رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان بود عفو شده است. ضمناً طاهر در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی امروز روشن صابرов گفت که تلاشش را برای سفید کردن نامش ادامه می‌دهد و همچنین برای به هم آوردن روابط تاجیکان و قرقیزها تلاش به خرج خواهد داد. فراموش نکنیم که صابرов رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان است و ضمناً دیروز گروه از یایان تاجیک مقیم بشکک نوروز را جشن گرفتند. من معاون رئیس سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی می باشم و همزمان سرمحرر نشریه تاجیکی پیام الاتاکی ارگان نشراتی سازمان تاجیکان قرقیزستان می باشد و در این ایام خجسته، در این ایام فیروز که عالم همه در استقبال نوروز است و نوروز جوان کار بدل پیر و جوان را ایام جوانی زمین را و زمان را واقعا این لحظه ها طبیعت جامعه سبز را به بر کرده است و ما تاجیکان قرقیزستان و من جمله خانواده ما این ایام را هر سال تجلیل می کند، زیرا که این جشن و این ایام نیاکان ما است و در قرقیزستان 55,000 تاجیکان زندگی میکنند در ولایت‌های بادکن، در ولایت اوش، جلال آباد و در ولایت چوی و همچنین در شهر بیشکک و بنده به نمایندگی از جمعیت تاجیکان قرقیزستان تمام هموطنان خود هم در تاجیکستان و هم در سایر کشورهایی که زندگی میکنند با این ایام خجسته تبریک میگویم. برای تک تک همزبانان قبل از همه سلامتی بردباری را آرزو میکنم. خداوند این ایام را برای ما شایسته گردان و ما امید میکنیم که باز بهارهای دیگر را همین طور استقبال بگیریم و کشور ما هم تاجیکستان و هم قرقیزستان در فضای صلح و سعادت زندگی بکند و مورد رضایت و خوشنودی مردمان منطقه ما گردد. غذای نوروزی این سومنک می باشد. این سومنک از گندم درست می شود و گندم را ما تر می کنیم. وقتی که وی جوانه می زند، نیش می زند، آن را چرخ کرده با آرد روی آتش می پزیم و از آن یعنی این یک حلوای خوب و خوشمزه درست می شود که یعنی این هم سیر است، هم ویتامین دار است، هم غذای خیلی محصولاتناک می باشد. بغیر از این در سفره 7 سین گذشتگان ما سیب را گذاشتن. یعنی سیب به خوشگلی خودش خیلی خوشگل است، خیلی دلکش است و ویتامینش هم خیلی زیاد است. برای آن که یعنی مردم تمامی سال از این استفاده برند، سالم و یعنی سلامت میمونند. دیگر از این برای سفره 7 سین ما سیپند، یعنی سیپند این یک گیاه هست که در کوه ها می روید و برای دفع کردن بلا و دفع کردن کلی میکروب ها در خانه این را دود میکنن. وقتی که دود میکنن همین دود سپند یعنی تمام این بلاها رو، تمام این مریضی و باکتری و میکروب ها رو از خانه دور میکنن که این هم در تمام سال برای حیات و زندگی آدم خیلی فایده آور است. که چون ابو علی ابن سینا هم که یکی از دکتران گویم هم خطا نمیکنیم که در خلق تاجیک است، این را در کتاب خودش هم آورده است که مردم از سپند استفاده کنند. خب دیگر
از این چی من این نشون میدم سیر است. یعنی سیر این همون چسناک است که این هم ویتامین خیلی زیاد دارد. برای ویتامینش که زیاد هست ما در سفره این را میگذاریم و تمام سال باید این استفاده کنیم. سبزه و سمنو و چیزها همش برای سلامتی انسان خیلی خوب است. و در قدیم هم سفره 7 سین درست میکردن، هم 7 شین. یعنی 7 شین از شم، اینجا با حرف شین شه شروع میشه شم. وقتی که ما شم رو روشن میکنیم، اینجا روشن نکرده میتونستیم که اینو روشن کنیم، شعله میزند و شعله زدن و زندگی روشنی انسان را باید نشان بدهد. شیر هم سفیدی است و سفیدی روزگار است و ساعت هم میگذاشتن در قدیم الایام. چون امسال سال اسب است، من این ساعتی که عکس اسب را داشت سر سفره گذاشتم و خاطر آن که سال اسب امسال سال خوب باشد، سال فراوانی باشد، سال حرکت و چست و چالاکی تمام مردم ها باشد و ساعت آن را نشان میدهد که عمر انسان همیشه در حرکت باشد. ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه. نوروز سال 2010 با قرار سازمان ملل متحد مقام عید بین المللی را گرفت. این عید را در سراسر جهان تجلیل می کنند و در این روز برای صاحبان این جشن چندان مهم نیست که روز این عید در وطن هستند یا نه. بله، جمعیت کلانترین تاجیکان که نوروز را همیشه جشن میگیرند در شهر و مناطق روسیه زندگی میکنند. شمار آنها از 1 میلیون نفر زیاد است. اکثر آنها برای کار و زندگی بهتر به روسیه رفتند. بزرگترین جشن نوروزی چند سال اخیر با مقام بین المللی کسب کردن این جشن در ورزشگاه کلون یا لوژنیکی مسکو برگزار می شود. و امسال هم این جشن با شرکت نمایندگان ملت و قوم‌های مختلف روز 22 مارس برگزار می شود و سفارتخانه تاجیکستان در مسکو از تشکیل کننده های مهم این معرکه بوده است. در آستانه این عید از پایتخت روسیه سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف تبریکات نوروزی خود را به تماشابینان برنامه نوروز آزادی فرستاد. در عرفه عید نوروز ایستاده به همه شما هموطنان عزیز چخیلی که میگویند که نوروز شد و طبیعت خرم و شاد، همه برگ درختان سبز بنیاد، در این ایام سرسبزی بگو بر که حالا باشد از ریشه ها یاد. مردم ما در کجای نباشد از ریشه هاشان یاد دارند، مردم ما در کجای نباشد نسبت وطن خود، نسبت ملت خود، نسبت دولت و حکومت خود عرض میگذارند و احترام میکنند. با رفتار خود، با گفتار خود، با زحمت خود آبرو و اعتبار کشورمان همه جانبه بلند میبردارند. امروز توسط مهنت و رفتار پیگیرانه مردم ما، اکثریت مردم ما در این کشور، سیمای ملت ما تغییر یافته است و از یک بعضی آنچه که منفعت جهات چیه میگفتند، حاضر در سیمای مردم تاجیک در این کشور مردم با فرهنگ، با مهنت دوست و با آداب، با ننگ و عار ارزیابی می شود. یک بار دیگر از نام سفارت کشورمون در فدراسیون روسیه تمام شما عزیزان را با این عید اجدادیمون تبریک گفتم و شما برای کار تمنا دارم. هموطنان عزیز، نوروزتان مبارک شد. میخوام با این عید فرخنده همه مردم تاجیک را تبریک و مبارکباد بدم. شادون بهار مبارک. تاجیکستانی های مقیم روسیه با وجود دوری از وطن، بخصوص آنهایی که در این کشور مقیم شدند، تلاش میکنند نوروز را با تمام شکوه و شهامتش پیشواز بگیرند. یکی از آنها خانواده نصرت الله ولیف هست که بیشتر از 10 سال است در مسکو زندگی میکنند. صاحب کار و تجارت موفقند و حالا تبریکات عیدانه خود را به تماشابینان برنامه نوروز آزادی میرسانند. امروز در خانه ما ولیف ها جشن نوروزی است. امروز روز اولین نوروز
من چطوری که خودتون میبینید در بیرون برف هست، لیکن ما نوروز را جشن میگیریم. در اطراف من نبیره هایم، فرزندانم، کیلینم، سرم و همسرم هستند. من از نام خودم و از نام اهل عائلم، همه شمایان، برادران، دوستان عزیز، همشهری هایی که در ولایت مسکو هستند، دوستانی که در شهر دوشنبه و در تاجیکستان هستند، همه‌تان را با این عید فیروز، با نوروز خجسته، با نوروز عجمی ها تبریک میگویم. در دشت سحاب نقشبندی دارد، در باغ بنفشه سربلندی دارد، در پیرهن بهار امروز بینگر عالم چی نمودی دل پسندی دارد. شاگون بهار مبارک، شاگون بهار مبارک. آفرین، نوروزتان مبارک، نوروزتان مبارک، نوروزتان مبارک گوید کنید. آفرین، انا کمی مرحمت از شیرینی های نوروزی کنید تناول کنند. مرحمت فراد جان. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. دف چنگ مالی هم نیست. ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه. همچنین در ولایت ولگاگراد که خانه صدها عائله تاجیک است، خانواده‌های زندگی میکنند که هر سال نوروز را جشن میگیرند و با تمام رکنهایش و حتما سومالک هم میپزند. نوروز خانواده هموطنان عزیز ما از شهر ولسکی ولایت ولگاگراد، دانیار و گلبهار عثمانوف ها امسال هم با دعوت مهمان ها به سر دسترخوان نوروزی برگزار شد. تمام همدیارانمان را با فرارسی عید نوروز، با فرارسی بهار تبریک کرده امیدواریم که تاجیکستان ما همیشه آباد و خرم می شود و شکوفان و پیشرفته می گردد. نوروز مبارک! نوروزتان مبارک عزیزان بیننده ها و شنوندگان عزیز و گرانقدری برنامه نوروزی رادیو آزادی که با مدد همکارانمان در تاجیکستان، جمهوری چک و با هم کمک خودی مهمانان این برنامه تهیه شده است. و برای ارسال نوارهای ویدیویی از تجلیل نوروز در خاندان شما، مهمانان و شرکتداران برنامه و تماشابینان عزیز تشکر نوروزی میگویم. هموطنان ما امروز نه تنها در کشورهای عید میکنند که نسبتاً سرجمانه در آنجا زندگی دارند، بلکه به طور جداگانه هم. دانشجوهای عزیز ما، امروز جوانهای تاجیک در دانشگاه‌های زیادی خارجی تحصیل میکنند و ضمناً حالا ما تبریکات نوروزی خوب از بلاروس، قزاقستان، چین و امریکا داریم که خود بچه‌های تاجیک در خوابگاه و کوچه و خیابان‌ها ثبت کرده به ما فرستادند. سلام علیکم هموطنان عزیز. نام من بجام. نام من کامران. ما در شهر مینسک تحصیل میکنیم. از فرصت استفاده برده با عید نوروز همه هموطنان خود را، پدر و مادر خود را نیز تبریک گفته به آنها تمامی خوشی‌های زندگی را آرزومندیم. من حیاخوجه شهریار دانشجوی 20 چین میباشم و ما حالا در فرارسی جشن بزرگ تاجیکان نوروز خجسته‌پای قرار داریم و من از فرصت مناسب استفاده کرده تمام تاجیکان درون مرزی و برون مرزی، فارسی زبانان جهان، اینچنین پدر و مادرم و رفیقان و دوستانم را با این جشن صدقاً تبریک نموده خرمی و خوشحالی نوروزی را تمنا دارم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. درود. اسمم بهژانی محمود، دانشجوی دانشگاه نبراسکای شهر آموخایمیا میباشم. 2 سال است که نوروز را بیرون از وطن پیشواز میگیریم، اما حتی در این غریبی خود و همسفانی خود نه تنها نوروز را جشن میگیریم، بلکه این عیدی بزرگ بر عالمیان هم شناس میکنیم. میخواستم از فرصت استفاده کرده تمامی تاجیکستانیان را با نوروز خجسته‌پای مبارکباد گویم و آرزومندی تنصیحاتی و پیشرویشان باشم. تشکری زیاد. خانه آباد باشید. سلام علیکم هموطنان عزیز. من حفیظ روشنجان میخواهم با عید نوروز تمام شما را تبریک و تهنیت گویم.
наврӯз шуду лолаи хушранг баромад булбул ба тамошои дафу чанг баромад мурғони ҳаво ҷумла бикардан парвоз мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. салом аз ҳаматон ҳамватанони азиз, мехоҳам бо ин иди фархунда ҳамаи мардуми тоҷикро табрику муборакбод гӯям. ин соли дуюмин аст ки ман дар берун аз Тоҷикистон ин наврӯзро ҷашн мегирам ва ҳатман бо тамоми мардуми тоҷикӣ дар ин ҷо бо мо ҳастанд, мо иди наврӯзро бо тамоми анъанаҳои тоҷикӣ ва бо оши тоҷикиву сумалак пешвоз мегирем ва халқи хориҷаро бо оши тоҷикӣ зиёфат хоҳем кард. аз фурсат истифода бурда мехоҳам тамоми мардуми тоҷикро алалхусус падару модарон ва хушу наздиконеро ки моро дар Тоҷикистон интизор ҳастанд бо ин иди фархунда муборакбод гӯям. наврӯзатон фирӯз бод, ҳар рӯзатон наврӯз бод дӯстони азиз. салом ҳамватанони азиз, номи мо Далер, ман аз шаҳри Қулонтепа. ман аз Саравашам, мехоҳем шуморо бо иди наврӯз табрик кунем. муборак дӯстони азиз. ҳамватанони азиз, наврӯзатон муборак шавад. ҳамдиёрони азиз, наврӯз муборак. шогун баҳор муборак. ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه. طی چند سال اخیر انعنه خوبی در آلمان رایج است که تاجیکان و تاجیکستانی‌های مقیم این کشور و کشورهای دیگری اطراف را در اروپا در جشنگاه نوروزی جمع آورند. امسال هم جشن‌ها از 23 مارس در شهر برلین شروع شده، بعداً در هامبورگ هم ادامه پیدا می‌کند. имомуддин сатторов сафири тоҷикистон дар олмон дар як паёми видеоияш аз тоҷикони аврупо даъват кард ки дар ҷашнҳои наврӯзии онҳо ширкат кунанд. тамоми ватандорон ҳамватаноне ки дар اروپا هستند در آلمان زندگی میکنند از ما دعوت میکنیم که با جشن هایی که یک سلسله جشن هایی که در شهر برلین و شهر هامبورگ آلمان در نظر است اشتراک کنند. ما از تاجیکستان گروه اوستا را دعوت کردیم. به هر یک شما پیش از همه سلامتی، بردباری ها، بخت و سعادت و برای وطن عزیزم تاجیکستان شکوفایی آرزومندم. باز یک بار دیگر наврӯзатон пирӯз бод, ҳар рӯзатон наврӯз бод. зимнан дар наврӯзи соли гузаштаи берлин ман ҳам иштирок доштам. воқеан ҳам як маъракаи хубу диданӣ буд. гурӯҳи шамсу шабнам ва шоира адибаи маъруф аз меҳмонони ин базм буданд. ва ахиромон наврӯзи соли 2012 дар шаҳри Прага баргузор шуда буд. ёддори хеле хуб гузашт, хотирмон буд воқеан. хеле ҷашни хуб буд, дар ёд дорам ва ҳатто аксҳои хеле хубе ки дар фейсбук ҳам ҳастанд ҳамеша ёдоварӣ аз он ҷашни хуб мекунанд. зимнан барои иттилои шумо расонам ки имсол дар ҷашнҳои берлин аз тоҷикистон гурӯҳи авасто иштирок мекунад ва қабл аз ин ки аз тоҷикистон ба берлин сафар кунанд, Тахмина Рамазонова ва Ҷасуру Ҷаъфар Халиловҳо бо мо ҳамсӯҳбат шуданд. У нас запланированы концерты в Берлине, в Гамбурге. Будет два великолепных концерта, которые пройдут в Берлине, в театре, в музее этнологии и в посольстве Турции. Также будет большой концерт, который запланирован в Гамбурге. И завершающим данного мероприятия будет наше выступление, концерт в Берлине. Также в Берлине будет организован прием в честь празднования Навруз. Приглашаем всех любителей музыки, которые любят этническую музыку, которые любят таджикскую музыку, на наши концерты. Мы будем рады вас видеть. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы эти концерты были запоминающимися для вас и внесли, и мы тем самым хотим внести в развитие культуры Таджикистана какие-то свои небольшие такие концертные выступления в Берлине, в Гамбурге. С Наврузом вас всех! Vamos
نوروز امسال در پاریژ در میدان تراکادرو در روبروی مناره ایفل برگزار می شود. سفارت تاجیکستان در پاریژ می گوید که جشن خوب با برنامه‌های کنسرتی و فرهنگی را همراه با شهروندان فرانسه برگزار می کند و هر کسی در آن نزدیکی ها باشد می تواند شرکت کند. و طاهر قبل از آن که از اروپا دورتر به مرزهای غربی به جستجوی نوروز تاجیکان رویم، سر میزنیم به ازبکستان. جشن رسمی نوروز اینجا روز 19 مارس در باغ ملی به نام الشیر نوایی تاشکند با شرکت پرزیدنت اسلام کریمов برپا شد. کریمов 76 ساله مثل نوروزهای قبلی امسال هم در نوروز کشورش خیلی رقصید. در سمرقند باستانی عیدی رسمی نوروز 18 مارس شروع شد و روز 21 مارس همه در خانه‌هایشان دسترخوان آراستند. ضمناً خانواده صباحی در سمرقند یک روز پیش از عید تبریکات نوروزی خود را به رادیوی آزادی فرستادند و از جمله درباره تهیه بیچک علفین، یک خورش معروف تاجیکان سمرقند هم معلومات دادند. خورشید خانم به چه خیلی علف انداخته؟ علف‌های جغجغ، اسمالاق، پودینه، سون پیازی کبود، الان خیلی این چیزا میانزیم. اینا اول نغ زکک توق زکده شده سونی پاره میکنیم وای کده این جدا ویتامین با بای اینا همه خورد همه استعمال کند. من این زمستان بروندم با ویتامیناش کم میشد آدم خیلی جغجغ مو الان خیلی باید خورد جدایی هم این بقوت میشد پیر خورد جوان میشد هموطنا بیرم کتی تبریک میکنم. الهیم امسال همین چاقی صحب و سلامت نوروز و همه کمویا برساند. همه وقت نوروزتون فیروز باشد، فیروزتون نوروز باشد. چند دقیقه بیچکه در تنور میپزند یا در تفتانی گازی میپزند که اون در 15-20 دقیقه تیار میشود. من این بیچکی که برای دسترخوان نوروزی امروز خورشید خان و عروسشان دلدار خان آماده کردم. در آمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادد این سال و همه سال، همایون بادد این روز و همه روز. من از فرصت استفاده بردم تمام تاجیک زبانان روی عالم را با نوروز عالم افراز از صمیم دل تبریک می نمایم. نوروزتان مبارک باشد. خیرامان امروز درباره غذاهای خوشمزه نوروزی اونقدر زیاد صحبت کردیم که فکر میکنم من برنامه رو از نصفش میگذارم و میروم. نه باشید همینجا من شما به پول به امریکا میبرم. خدا بله با جستجوی هموطنان ما که در واشنگتن و اطراف پایتخت امریکا زندگی میکنند. شمارهشان حدوداً 500 نفر گفته می شود و آنها با سبب‌های مختلف در آنجا قرار دارند، با سبب تحصیل، کار یا برپا شدن عائله و آنها از سالهای 2000 جشن نوروز را تجلیل می کنند. ولی سال سوم است که آنها به طور دست جمعانه با تشبث انجمن فرهنگی تاجیکان امریکا نوروز خود را برپا می کنند. غذاهای بهترین ملی و بزمیدانه را برای هموطنان پیشکش می کنند. عید نوروزتان مبارک باشد. ما وطن دوستانی که امریکا در زندگی می کنند روز یکشنبه این هفته روز یکشنبه 23 مارس یک جای آمده عید نوروز را جشن میگیریم. مرحمت بیایید
با خورسندی ما اشتراک کنید. بگذار این عید نوروز نه فقط سرشوی بهار این ساله بلکه سرشوی بهار حیاتمان باشد. حیاتی که پرنور، پرثمر، پربرکت. سلامت باشید. خیلی که صاحب سخن میگوید در غریبی گر سه غریبان یک جا آیند آن روز عید است. در هر مکان هر زمان گر یک جایم بر ما عید است. و غیر از آن نه فقط برای تاجیکانی که در اینجا هستند بلکه به تمام دیگر ملت هایی که در اینجا آمدند و علل خصوص به خود امریکاییان ملت خود را تمثیل کنیم. واقعا خیرامان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزیش به مردم ایران بهترین آرزویش در بهار و سال نو را تمنا کرد و گفت امیدوار است ارتباط جمهوری اسلامی با غرب امسال بهتر شود. ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه. فراموش نکنیم طاهر که امسال طبق عنعنه سالهای آخر قرار است یک بزم نوروزی با شکوه کشورهای فارسی زبان هم برگزار شود. از روی اطلاع اخیر نوروز بین المللی سال جاری در شهر کابل پایتخت افغانستان برپا می شود و در آن رئیس جمهوری های سه کشور هم فرهنگ و هم زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان شرکت خواهند کرد. ضمناً در کابل در آستانه عید یک منطقه ویژه را در محله پشمان به نوروزگاه مرکزی افغانستان تبدیل دادند. قرار است ملاقات عیدانه رئیس جمهوران امام علی رحمان، حامد کرزی و حسن روحانی محض در همین جا برگزار شود. عید نوروز کردهای عراق در اربیل هم با شکوه تازه برگزار شد و در این عید در برابر رقص و آوازخوانی رسمی علاوپری هم برگزار شد. این نوار مثل نوارهای ویدیویی دیگر که در برنامه نوروزی آزادی تقدیم شد با زحمت خود مهمانان رادیو آزادی شرکتداران این برنامه از نقاط مختلف جهان ثبت و به ما ارسال شده است که برای این ما به همه شما سپاسی بی‌پایان بیان میکنیم. ها طاهر عید اما تکنیک زمانوی هم چیزی بد نیست. واقعا برای آنکه وقتی و سنت و عنعنه ها هم قدم زمانه می شوند زندگی باز هم رنگین تر می شود و اگر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی نگاه کنید نوار و عکس های خیلی زیاد و رنگین نوروزی را می یابید که با دستگاه های نوار برداری و هم تلفن های همراه برداشته شدند. و یادتان نرود که میتوانید همیشه خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را به مثل خبرهای خوب نوروز از وبسایت آزادی دنبال کنید و متاسفانه وقتی برنامه ما پایان یافت ولی نوروز و تجلیل این جشن خوب تازه شروع شده است. رادیوی آزادی هم تجلیل جشن نوروز را ادامه می‌دهد. از این خاطر اگر شما تماشابینان عزیز خواستید به ما عکس، نوار، خبر نوروزیتون را فرستید از طریق وبسایت azadi.org یا azadi.tj با ما ارتباط برقرار کنید. و نوروز خجسته به همه شما بار دیگر مبارک باد. در این برنامه من طاهری سفر و من خیرامان بقازاده همراه شما بودیم. عید مبارک همدیاران عزیز. نوروز مبارک. ما عاشقی نوروز با یار دل